سلام خدمت دوستان عزیز، به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون خوش اومدین. امروز می‌خوایم راجع به جام جهانی صحبت کنیم و ببینیم چه تیم‌هایی میتونن تو این رقابت شگفتی ساز بشن و به مراحل بالا بتونن دست پیدا کنن. اولین تیمی که به نظر من میتونه تو این رقابت‌ها شگفت ساز بشه و بتونه به مراحل خیلی بالا بره و اگه تا نیمه نهایی هم بره تعجب میکنم، اما غیر ممکن نیست. اگه تا یک چهارم و اینا بره اصلا تعجب نمیکنن. خب اولین تیمی که فکر میکنم میتونه شگفتی ساز بشه و به مراحل بالا بتونه بره ترکیه هستش. ترکیه تیمی هستش که خیلی جوانتر شده به نسبت دوره‌های قبل. آردا گولر داره، کنان یلدز داره، حتی جان اوزون داره که قرار راجبش صحبت کنیم و به نظرم نسل خیلی خوبی رو تشکیل دادن. ارزششون تو ترانسفر مارکت بالای 500 میلیون یورو و اگه ترکیه تا مرحله یک چهارم بتونه بالاتر بره اصلا تعجب نمی‌کنم. حتی نیمه نهایی هم ممکنه بره با توجه به اینکه بازیکن شاخص خیلی خوبی داره و همچنین گروه آسونی هم افتاده که به نظر من به جز پاراگوئه بقیه‌اش حریفای آسونی به نظر میرسن. پاراگوئه باز یکم ممکنه براش احساس ساز بشه. بازیکن شاخصی که ترکیه داره دو سه تاشو گفتیم. کنان یلدز هست، آردا گولر هست، جان اوزون هست، بازیکن فرانکفورت که پدیده امسال بوده و بازی خیلی خوبی داره به نمایش میذاره و به نظر من جام جهانی فرصتیه برای بازیکن که بتونه به باشگاه‌های بزرگ هم برسه و مثل کنان یلدز و آردا گولر تو تیم‌های بزرگی بدرخشه، چون تنها 20 سال سن داره. بقیه بازیکنایی که دارن و مطرح هم هستن، هاکان چالهانوغلو هست که هممون میشناسیم، کرم اکتورکوغلو هست، بازیکن فنرباغچه که سال پیش تو بنفیکا فصل خیلی خوبی داشت، چند سال تو گالاتاسارای فصل خیلی عالی داشت و احتمالاً خیلیاتون میشناسید و تکنیک و سرعت خیلی خوبی داره. اورکون توچو هست که فصل پیش تو بنفیکا فصل خیلی عالی داشت و چند سال تو بنفیکا خیلی خوب بازی کرده، تو لیگ هلند خیلی خوب بازی کرده و الان هم بازیکن بشیکتاش هست و هم پست تقریبا با هاکان چالهانوغلو، ولی خب بازم بازیکن مطرح محسوب میشه. بازیکن‌های دیگه‌ای که دارن فردی کادیوغلو بازیکن برایتون هست که دفاع چپ برایتون هست و بازیکن خیلی سرعتی و سانتاش هم خیلی خوبه. بازیکن به نسبت جوونی هم هست و اینا و یوسف آکچیچ جوونی که بازم 23 ساله و تو الهلال داره الان توپ میزنه. حالا پول رو ترجیح داد به باشگاه‌های بزرگتر و اینا همه بازیکن‌های مثلا با کیفیتی هم و نمیدونم چجوری بعضیا میگن که حالا ترکیه از گروهش نمیتونه صعود کنه و زم از گروه که 100% میره بالا. اگه تا یک چهارم بره اصلا تعجب نمیکنم، چون گروهی و احتمالاً صدرنشین بره به تیم خوبی بخوره. یک هشتم میره حتما، یک چهارم هم احتمالش زیاده، حتی 1%، 5%، 10%، نمیدونم یه سری درصد برای شگفتی سازی خیلیه ترکیه بذاریم کنار. ممکنه مثلا نیمه نهایی هم ببینم مثل جام جهانی 2002 که یه بار اومدن و خیلی خوب تونستن باشن و جام ملت‌های 2008 که تونستن بازم به نیمه نهایی برسن و این نسل هم مثلا نسل خیلی خوبی داره. تیم دومی که به نظر من احتمالش خیلی زیاده شگفتی ساز بشه مراکش هست. مراکش ارزش بازیکناش تو ترانسفر مارکت بالای 400 میلیون یورو هست. به نظرم تیم خیلی خوبیه و تیمی هستش که بازیکن خیلی مطرحی داره، مثل اشرف حکیمی، مثل برایم دیاز، مثل ایوال کبی، یاسین بونو و خیلی بازیکن‌های دیگه، سفیان رحیمی، مزروعی فلان. اینا همه بازیکن‌های مطرحی ان و من می‌دیدم یه سری بازیکن‌های جوون هم دارن که خیلی گرون قیمت و تو لیگ‌های خوبی بازی می‌کنن، 10 میلیون یورویی، 20 میلیون یورویی، 25 میلیون یورویی. بازیکن‌های جوون که هنوز مطرح نیستن ولی خیلی خوب دارن کار می‌کنن تو تیم‌هاشون و به نظر من اصلا اتفاقی نبوده که تو دوره قبل جام جهانی تونستن شگفتی ساز بشن و بعدها باز هم به نظر من این روند رو ادامه دادن و باز هم خوب بازی کردن و به نظرم باز هم میتونن شگفتی ساز امسال بشن و باز هم میگم اگه تا یک چهارم یک هشتم بالا بیان اصلا تعجب نمی‌کنم. تیم بعدی که به نظر میتونه یکی از شگفتی سازهای امسال بشه تیم ملی ایرلند هست. خب تیم ملی ایرلند با پرتغال تو مقدماتی جام جهانی همگروهی بود و تونست پرتغال رو شکست بده و خیلی پرتغال رو اذیت کرد. پرتغال به زور تونست تیم اول صعود کنه و اینا هم بگن تو بازیکن خیلی مطرحی نداره. شاید تنها بازیکن‌های مطرحی که دارن دروازه‌بانشون و دفاع وسطشونه که تو برنتفورد بازی میکنن و دفاع وسطشون اتفاقا کاپیتان برنتفورد هست
که ناتان کولینز بازیکنیه که توی برنتفورد بازی میکنه و کاپیتان برنتفورد است. بقیه بازیکناش خیلی مطرح نیستن ایرلند، ولی در کل تیم یک دست و خوبی داره. ایرلند ارزش بازیکناش حدود 200 میلیون یورو هست و نظر همه اینا رو که بازار بگیریم، یه نقطه قوتی هم که ایرلند داره تو گروه خیلی خیلی آسون تو گروه اول افتاده. آفریقای جنوبی و کره و اینا هم گروهیاشن. اگه البته به جام جهانی صعود کنن، یعنی ایرلند اگه از پلی آف بیاد بالا، به نظرم میتونه شگفتی ساز این دوره باشه. حالا اومدنش به بالا هم قطعی نیست، چک هست، دانمارک هست، ولی خب گفتم چک و دانمارک به نظرم حتی تا مرحله هشتم اینا بیان طبیعیه، ولی ایرلند خب با توجه به سابقه‌ای که حالا اخیراً داره خیلی طبیعی نیستش و فکر میکنم بالاتر از چیزی که در واقع ازشون فکر میکنن به نظرم پتانسیل داره و میتونه به رتبه‌های خیلی بالایی تو این تورنمنت برسه. تیم بعدی که به نظرم میتونه شگفتی ساز باشه اسکاتلند هست. اسکاتلند تو مقدماتی جام جهانی تو گروهی که دانمارک در اون حضور داشت تونست تیم اول بشه و به مرحله بعد صعود کنه. ارزش بازیکناش 200 میلیون یورو هست، بالای 200 میلیون یورو و بازیکناشون تو لیگ‌های خوبی عملکرد خوبی دارن و تا حدی بازیکناشون بالا هستن و تو همه پست بازیکن خوب دارن. بازیکن‌های مطرحی که دارن مهمترینش خب اسکات مک‌تامینی هست که ستاره ناپولی بوده تو یکی دو سال و بسیار عالی عمل کرده بعد از دورانی که تو منچستر یونایتد داشت و دورانی بود که بالا پایین زیاد داشت. و همچنین جان مکین کاپیتان استون ویلا رو دارن که اینا به نظرم دو بازیکن مطرحشون هستن. بقیه خیلی بازیکن مطرحی ندارن ولی یک دست و خیلی خوب بازی میکنن. برسیم به تیم پنجم که از نظر من میتونه شگفتی ساز بشه. حالا ترتیبشون رو چیز نگفتم، 5-6 تا تیم میگم که بعداً شگفتی ساز میشن. تیم پنجمی که مد نظر دارم تیم محبوب من، تیم اردن، که حالا اولین ویدیو من راجع به اردن بودش با سجاد که گرفتیم و جایی بود که اردن فینال رفت و منم تو اون تورنمنت اردن رو خیلی بالا گذاشته بودم. ببینید من نتایج اردنی که اخیراً چند سال بررسی میکنم خیلی خوب بوده نتایجشون. ببین اینا تو مرحله اول مقدماتی جام جهانی بالاتر از عربستان به عنوان تیم اول صعود میکنن به مرحله. دوباره تو در واقع تو مقدمه جام جهانی مرحله آخر اصلیش تو گروهی که عراق حضور داشته به عنوان تیم دوم میان بالا، یعنی کره اول میشه اینا دوم میشن، عراق سوم میشه و بقیه تیم به عنوان تیم دوم میتونه به جام جهانی صعود کنه. میره تو عرب کاپ جام ملت‌های عرب و اونجا هم تا فینال میرسه. یعنی علاوه بر اینکه فینال جام ملت‌های آسیا رفتن، فینال جام ملت‌های عرب هم رفتن و 2 تا فینال دیدن تو این چند سال و همچنین تو گروهی هم که بودن با عنوان تیم اول دوم صعود کردن. بازیکن‌های خیلی شاخصی ندارن ولی فوتبالشون داره پیشرفت میکنه و کم کم دارن پیشرفت میکنن. به نظر من اردن تیمی که میتونه شگفتی ساز بشه و حتی بتونه از گروهش صعود کنه. اگه صعود کنه تعجب میکنم ولی خیلی غیر ممکن نیستش. برسیم به تیم ششم شگفتی ساز که به نظر من احتمالش زیاده این اتفاق رخ بده و اون تیمی نیست جز تیم ملی ازبکستان. خب تیم ملی هستش که کاملا اونو میشناسیم، فکر کنم از تیم ملی خودمون بیشتر بشناسیم تیم ملی ازبکستان رو. ارزشش تو ترانسفر مارکت بیشتر از تیم ملی ما، 65 میلیون یورو ارزش تیمشون. تیم ملی ما هم 35 تاست. حالا درست خوسانوف 35 میلیون یورو ولی خب خوسانوف هم بذاری کنار تا حدی هم لول هستیم با ازبکستان از نظر قیمت تو ترانسفر مارکت و این کم جوان‌تر و اینا هستن قیمتشون به نسبت ما پایین‌تر. بازیکناشون خب خیلی خوبه. به نظر من حالا خیلی کم لطفی میشه نسبت به ازبکستان. ازبکستان چند سال داره با تیم ملی ایران بازی میکنه و هر بار که بازی میکنه اصلا تیم ضعیف‌تر بازی نمیکنه، پای داره بازی میکنه، عالی بازی میکنه. با توجه به اینکه تیم جوان‌تری هم دارن و متحدتر هم هستن و حاشیه‌هایی که به نظر من تیم ملی ایران داره رو اینا ندارن، به نظر من عملکردشون میتونه بهتر از تیم ملی ایران تو جام جهانی باشه و میتونه شگفتی ساز بشن. اگه تا مرحله بالا برن اصلا تعجب نمیکنم. بازیکنان مطرحی که دارن خب خیلیاتون قطعا میشناسید. اورونوف خب به نظر من مهمترین بازیکن ازبکستان. اگه روز اورونوف باشه خیلی میتونه موثر باشه. 50% کار هستن به نظر من. خوسانوف هست که بازیکن سیتی هستش و
همون میشناسیمش. از لیگ ایران حالا چند نفر بگم که با توجه به اینکه میشناسیمش حالا ازشون اسم ببرم. ماشاریپوف هستش، خامروباکوف هستش و آشورماتوف استقلال که اینا بازیکنایی که ما از ازبکستان میشناسیم. دو تا بازیکن خیلی خوبم دارن، یکی شماردوفه که مهاجمشونه و خیلی خوب بازی میکنه، فکر کنم تو روم هم چند سال بازی کرد و کلا بازیکن خیلی خوب و مهمیه. و ایگور سرگیف هم که اخیراً بهترین بازیکن سال ازبکستان شد و تعداد گلاش خیلی بالاست و اینا، بعدا میتونه مورد خطرناکی برای ازبکستان توی جام جهانی باشه. خب یه بررسی کوتاهی هم راجع به تیم ملی ایران انجام بدیم. خب تیم ملی هم وضعیت خیلی افتضاحی نداریم، ولی وضعیتمون عالی هم نیستش با توجه به اینکه تورنمنت آخریه رو خوب بازی نکردیم و ازبکستان رو باختیم. با کیپ ورد هم بازی خیلی خوبی به نمایش نذاشتیم، ولی خب به نظر من وضعیت خیلی بدی هم نیستش و میتونیم صعود کنیم به نظر من و صعودمون احتمالش زیاده. به نظر من همین صعود کنیم کافیه. اگه یک هشتم بریم خب خیلی اتفاق خوب و نادریه و احتمالش خیلی کمه که بخوایم به مرحله مثلا یک هشتم بریم، ولی به هر حال میتونیم امیدوار باشیم. ولی این که من بخوام جزء شگفتی های تورنمنت بخوام درصد بالایی به تیم خودمون بدن، به نظرم خیلی متعصبانه میتونه باشه. خب بازیکنان ما پیرتر شدن و نسبت به دوره‌ای قبل احتمالاً عملکرد یه ذره ضعیف‌تری داشته باشیم یا در بهترین حالت هم سطح با دوره‌های قبلی باشیم. به خاطر همین اسمی از تیم ملی ایران نبردن، ولی خب امیدواریم که بتونیم تا مرحله بالا و حتی یک هشتم صعود کنیم. و حالا نیازی نیست راجع به تیم ملی خودمون صحبت کنم. بازیکن شاخصی که داریم خب به نظر من سردار آزمون، مهدی قادری، مهدی طارمی میتونن خیلی سرنوشت ساز باشن که تو اون موقع آماده باشن نباشن و اینا هم مصدوم باشن نباشن، خیلی میتونه برامون مهم باشه. چند تا تیم دیگه هم بودن که حالا پاراگوئه، اکوادور، تونس، اینا تیم‌هایی هستن که اولویت‌های هفتم هشتم نهم من بودن برای پدیده بودن این تورنمنت. بعضی اکوادور خیلی تیم خوبی داره، پاراگوئه خیلی تیم خوبی داره. راجع به اینا بگم که اینا با برزیل هم امتیاز بودن. حالا میگیم آقا برزیل فلانه و خب اگه برزیل خیلی قدر بود خب اینا رو میبرد توی گروهش، چرا با اینا هم امتیاز و بازیکن‌های خیلی خوبی هم دارن. اکوادور، پاراگوئه هم بازیکن خوبی داره. به نظر اینا میتونن سیفتی ساز باشن و همچنین تونس که به نظر من از تیم‌های خوب در واقع جام جهانی میتونه باشه و مراحل بالاتر حالا خط اکثر فکر می‌کنم یه هشتم اینا بتونه صعود کنه. ولی خب چون به نظرم خیلی هم بالا نمیتونستن باشن، مثلا تونس من حتی اکثر یک هشتم میتونم بدم. اکوادور و پاراگوئه حتی ممکنه یک چهارم یک هشتم نه یک چهارم حتی اکثر برسن که به نظرم اتفاقهایی نیستن که بگیم واو چه اتفاق عجیبی. ولی خب موردهایی که گفتم مثل مراکش، مثل ترکیه، مثل اردن، ازبکستان، اینا اگه بالا بیان به نظرم خیلی تعجب آور میتونه باشه و خیلی جالب میتونه باشه برای کسایی که فوتبال میبینن با توجه به سابقه‌ای که حالا این تیمایی که اسپوردن دارن. ممنون که تا آخر ویدیو من همراهی کردین. اگه از ویدیو خوشتون اومد لایک و سابسکرایب اصلا یادتون نره. تا ویدیو بعد.